شبنم دخترم، به چی فکر می‌کنی؟ از جای خوشت آمد؟ مثل ازی 20 بلند منزل در شهر کابل دارم. میدون ازی که در دبی دارم. ای همیشه از توست دخترم. چرا جگرخون هستی؟ با چی فکر میکنی؟ به خاطر از او احمق فکر میکنی؟ او خوب به جزای اعمال خود رسید. جگرخونی نکن دخترم، مریض میشی. اگه بسیار دق آوردی پس برو دبی پیش مادرتشان. نه پدر، هنوز 20 روز از رخصتی ما مانده. من نمیخوایم برم، میخوایم همینجا باشم. بوجود از اینکه اینجا هیچ چیز نیست، سرکایش ببی، آب هوایش ببی، فضایش ببی، هیچ چیز نیست اینجا. اما ما میخوایم همینجا باشم. بوجود از اینکه ما دوستای من مادرم شانه کل گیره ما دوجه رها کردم آمدم اینجا. اما چی؟